رسول الله میگه من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میخوایی گناهایت بکمل محو شود؟ ای بندی مومن، ای بندی مومن، میخوایی گناهای دفع شود؟ رسول الله میگه کسی که لیلة القدر از روی ایمان و طلب اجر الله هیچ وجه دیگه بدهش نبود، غفر له ما تقدم من ذنبه، گناه سابقش کمال از بین میره. ای بنده مومن دیگه چی نیاز داری؟ احسان الله را ببین چقدر عظمت داری، تو قائل است ذاتی که تو را پیدا کرده. الله برات میگه انا انزلناه فی لیلة القدر، و قرآنی که در خانیت است و قرآنی که تو قطعش تعلق داری، میفهمی منزلت زوره. ما نازل کردیم قرآن در این شب، نزول قرآن در این شب، شب در کدام مرتبه رسوند، به کدام درجه رسونده؟ کدام شب؟ لیلة القدر خیر من الف شهر، و شبی که از 1000 ماه عبادت از این عظمت داره. همسایگی قرآن اینقدر تاثیر در شب گذاشت. یا طراز الكون انی عاشق، که رسول الله فرموده من قام رمضان، من قام رمضان ایمان و احتسابا، کسی که رمضان قایم کرد، نماز تراویح خواند، من صام رمضان ایمان و احتسابا، کسی که رمضان روزه گرفت، من قام لیلة القدر ایمان و احتسابا، کسی که شب قدر قایم کرد. خو عرصه گپ، روزه، نمازهای شب، احیای زنده کردن لیلة القدر. خو من میگم که سخن رسول الله قدر وقت پیدا میکنه که دو کلمه را قطعش بفهمیم، ایمانا و احتسابا، که من عقیده داشته باشم، باور داشته باشم سخن رسول الله است، سخن پیغمبرم است، سخن کسی است که از نفسم کدم بسیار پیش است برای من، سخن پدر معنوی هم است، سخن شخصیتی است که بدون موقف و نقشی از این راه نجات ندارم، بدون تابعداری از این راه رسیدن به الله ندارم، سخن شخصیتی است که بدون شفاعت از این من هیچ راه خلاصی ندارم، سخن شخصیتی است که الله برام انتخاب کرد امام، سخن شخصیتی است بالمؤمنین رؤوف الرحیم حریص علیکم. الله اکبر، لقد جاءکم رسول من الله، برای شما شخصیت و پیغمبری آمده. میشناسی شخصیت و پیغمبره؟ کدام شخصیت است؟ پدر جان خود چقدر دوست داریم، پدر جانم وصیت کرده، ما این وصیتش نافذ میکنم، و مردکه بدعت است نکو، پدر جانم گفته ماندنیش نیستم. از پدر کده که خیلی به درجه ها بالاتر قدر و قیمت داره، که الله برات گفته لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه، سرش خیلی دشوار تمام میشه، سخت تمام میشه. رسول الله نمیخواه که امت در تکلیف باشه. پیغمبر میگه کسی که نماز خفتنه با جماعت ادا کرد نصف شب زنده تیر کرد. الله اکبر. ای بنده مومن قدر تا میدانی، عزتی تا میدانی، شخصیتی تا میدانی. عزیز علیه ما عنتم، سخت تمام میشه بالای رسول الله چیزی که شما را به سختی و دشواری میندازه. حریص علیکم، حرص داره بالای شما یک لحظه تان ضایع تیر نشود. این لحظات قیمتی، این دشب اخیر، این قطعا نمونطور تیر نشود. به او خاطر رسول الله میگه من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بنده مومن به چی خیلی نیاز داری؟ به چی خیلی ضرورت داری؟ آنی خو حالت شاید اصلاح بکنی، گپ شنیدی، به هوش آمدی، لیکن حالات سابقی تا چطور میکنی که در غفلت تیر کردی؟
در تکبر تیر کردی، مغرور بودی، خطاها از پیشت شده، میخوایی گناهایت بکمل محو شود. ای بندی مومن، ای بندی مومن، میخوایی گناهایت دفع شود. رسول الله میگه کسی که لیلت القدر از روی ایمان و طلب اجر الله هیچ وجه دیگه بدش نبود، غفر له ما تقدم من ذنبه، گناه سابقش مکمل از بین میره. ای بنده مومن دیگه چی نیاز داری؟ احسان الله را ببین، چقدر عظمت بر تو قائل است، ذاتی که تو را پیدا کرده، چقدر حیثیت به تو قائل است، ذاتی که تو را رزق داده، چقدر مقام و منزلت برای تو قائل است، ذاتی که تدبیر اموری تا کرده که تو شده ای. او جوان، او انسان تنومند، او انسانی که طیاره را به آسمان به پرواز در میاری، کشتی را در بحر در حرکت میاری، موتر در زیر پای حرکت کرده رویسته، این جهان در خدمت تو است. و انسان میدانی الله برات میگه انا انزلناه فی لیلة القدر، و قرآنی که در خانیت است، و قرآنی که تو قطعش تعلق داری، میفهمی منزلت زوره. ما نازل کردیم قرآن در این شب، نزول قرآن در این شب در کدام مرتبه رسون، به کدام درجه رسونده؟ یک نزول قرآن، همسایگی قرآن با شب آمده، شب کدام منزلت به دست آورده؟ کدام منزلت؟ قرآنی که در شب لیلة القدر آمده، انا انزلناه فی لیلة القدر. کدام شب؟ لیلة القدر خیر من الف شهر، و شبی که از 1000 ماه عبادت از این عظمت داره. همسایگی قرآن این قدر تاثیر در شب گذاشت و شب مبدل کرد عبادتش به زیاد از 1000 ماه. ای مسلمان، قرآن در قلبت است، لا اقل سوره اخلاص یاد نداری، آیت الکرسی یاد نداری، منزلت قرآن میفهمی؟ راستی تا بگو که دکانداری سرت آلی دیده شب خیلی زیاد ارزش داره، یا شنیدن قرآن و تلاوت قرآن و مطالعه قرآن؟ پیش کن سندی تا، سند محبت تا، سند نیازمندی و احتیاجی تا که من بسیار گناهکار هستم، میخوایم که گناهیم بخشیده شود. موتر استاپ کردی، دفتر بند کردی، دکان بسته کردی، مسئولیت قطع کردی. الله رحم بکنه عزیز، زیاد انشاءالله بس است بر ما، بس است بر ما. نمی بینم که تو انسان الله چقدر الله عظمت میبخشه. پیغمبر برات چی میگه؟ الله برات چی ثواب قائل است؟ خبر داری معززترین ملک به نزد الله جبرئیل امین است. کی است؟ تنزل الملائکه و الروح، تنها جبرئیل امین نه. ای بنده تنها جبرئیل امین نه، ملائک میآید برای پذیری شما، برای استغفار شما، برای آمینگویی شما. اگر تو بنده از سوز دل در این شبها واقعا در تلاوت قرآن مصروف باشی، واقعا در نماز مصروف باشی، واقعا در گریان باشی، واقعا در توبه باشی، واقعا در عبادت الله سبحانه و تعالی مصروف و مشغول باشی، وای خاک بر سری او کسی که این شبها تیر شوه ولی گناه باقی بمانه، این شبها تیر شوه این بنده تقوا را اختیار نکنه، این شبها تیر شوه و این احساس نکنه که کدام شبها از ما تیر شده، این شبها تیر شوه و از عبادت الله لذت نگیره، این شبها تیر شوه و از قیام و از طاعت و از دعاهای خود لذت نگیره. یقینا محروم واقعی و حقیقی همین شخص است. الله ما را از محرومی نگردانه. دوستان متوجه شوید، درک بکنیم حقیقتا، کفایت میکنه. يا اتهام يا معدن الجود، منياتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، ورب باب السلام